مهمون داریم. چه مهمونی؟ چه مهمونی برادر؟ آخر شب خودشونو معرفی میکنن. فقط فی الحال مشتاقن چند تا از خاطرات شما رو از اسارت بشنون. احسنت. شما رو نه، شما رو ایشون رو. در خدمتم برادر. قرارمون سر جاشه. بفرما برادر، بفرما. ببین یا الله، هرچی از این یارو ماسی یا الله فقط واسه منه ها، حواست باشه. سلام علیکم. سلام علیکم. یا الله. سلام علیکم. بفرما. میبینه احد آقا، هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بعد از 5 سال دوباره مجبور شم براتون نوار ضبط کنم. ولی خب راستش چند بار ازتون خواهش کردم که قرار مصاحبه بذاریم، ولی هر سری به یه بهونه شونه خالی کردیم. نمیدونم هم چرا. ولی خب اون اشتیاقی که بقیه دارن که کنارتون باشن و شما ندارین. دلیلش هم نمیدونم. شاید همون حقیقتیه که هیچ وقت فرصت گفتنشو نداشت. بخاطر نتونستیم منظورتون رو درست بگید. حالا به هر حال گفتم که سوالا رو براتون ضبط کنم. بی زحمت سوالا رو گوش بدین، جواب بدین و برام ضبط کنین بفرستین. خیلی ممنون. بله دیگه اوضاع یه جوری شده بود برادر که دیگه غذا مزا کم اومده بود. برای همین برامون سمون می آوردن. شما میدونین سمون چیه؟ با 3 صابون. سمون همون. آفرین. ما آسایشگاهمون یه دری داشت. دره یه دریچه‌ای داشت. دریچه خیلی بالا بود. بعد این آدمیزاد که نمی‌اومدن این سمونا را بدن، از همونجا پرت می‌کردن. ما برای اینکه عزت نفس و سرا حفظ بشه می اومدیم همین دم دروا میستادیم، قدمون هم که بلند میپریدیم بالا، یهو سمونا رو میگرفتیم. اینجوری دیگه ما تحقیر نمیشدیم. و بعد من این سمونها رو خدمت برادرها 2 دستی تقدیم میکردم. گذشت برادرها، سمونا رو هم کم کردن. دیگه به همه سمون نمیرسید. مجبور میشدیم نصف کنیم. برادرها لاغر شده بودن، خودم پوست و استخون. شاهد برادر. گفتم چه کنم چه کار نکنم. وقتی میرفتیم هواخوری بنده جیم میزدم، میرفتم از سمونای بسیار از جیره اونها کف میرفتم.
که تقسیم بکنم بدم برادرها بخورن چاق بشن دیگه اینقدر لاغر نمونن. اجرکم عندالله برادر. تقبل الله. شما کدوم اردوگاه بودی؟ رمادیه. رمادیه؟ به 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 به، چه خوب. این همه سال ما تو اونجا شکنجه شدیم، مصیبت ها دیدیم، این بسیای نامرد دهن همه ما رو رسما آسفالت کردن. چی اینجوری نگاه میکنی؟ بیشترین آسفالت تو این برادر شد، بعد شما میگی به به. شما رمادیه چند بودین؟ همون اولای رمادیه، اما اولاش. اولاش. دقیقا کجای اولاش؟ آفرین. شایدن خوب داری بر ما اطلاعات جمع میکنی ها؟ نه بابا، این خودش میگه. من گناهکار میشم یه چیزی ازش میپرسم این یه ریز اطلاعات میده. به خدا مثلا میگم تشنته، میگه اردوگاه که بودیم. گشنته، اردوگاه که بودیم. غذا چی دوست داری؟ نه اردوگاه که بودیم بسیا میدادن، نون سمون میدادم بهمون، من پرت میکردم، من رو هوا میگرفتم اینطوری و ریزیز میکردم میدادم به این اسرا و اینا. بابا از یهو میگه رنگ قابلمه، کاسه، کوزه، پتو، آفتابه تو اردوگاه هم دیگه برای من میگه خیلی زر میزنه. خستم کردش هر روز. رفیقاش هیچی از اونو نگفته؟ هیچ کدومشون تو عملیات مرصاد نبودن؟ نه دیگه اینا رو که ازش نپرسیدم. شما از سند خودتون میدونین که چند تا رمادیه داشتین؟ 13 تا. آفرین برادر، آفرین. به به. اولاش کجاش میشه؟ کجاش میشه؟ کجاش میشه دیگه؟ اولاش وقتی 13 تا داشتیم اولاش میشه بین 1 تا 4. خب شما کجا شدی؟ امون وسطاش سیکرت. بله. طیب الله برادر. تقبل الله. آقای سلیمی با اجازهتون من رفع زحمت میکنم. والله یا الله. من شام جایی دعوتم. به امید خدا. مستفیض شدیم برادر. مستفیض شدین؟ یعنی چی مستفیض شدین برادر؟ همینجور خالی خالی؟ یعنی اومدین 4 تا خاطره از ما شنیدین و گفتین که دیگه بری؟ آزاده قهرمان جناب آقای صادق وفایی از اسرای سرافراز اردوگاه الرمادیه. رمادیه گفت؟ رمادیه. بله. رمادیه، برادری از رمادیه. برادر شما از کی در رمادیه بودی؟ 1359. برادر از اولش رمادیه بودن. عملیات ضربت ذوالفقار تا انتهاش؟ بله برادر. از اولش تا آخرش در رمادیه بودن. کم سعادتی برادر، کم سعادت بودیم چون ما خیلی کم در رمادیه بودیم. خدا اجرتون بده. بریم برادر. بفرمایید. با اجازهتون. یا علی. سلامت باشین. خدا نگهدار برادر. خدا نگهدار. دروغ میگی. تو رمادیه بوده، تو رمادیه. خیلی خوب بوده که بوده. شک کرد تو چشش دیدم شک کرد. من شک نبود، من مطمئنم که اصلا نفهمید. یعنی یه جوری جمعش کردم که عمرن شک کرده باشه. ادامه بده اینجوری. نه شک نکرد. نکرد. تو چشش دیدم. نفسم میخ نکرد. نکرد. استثنان داری کار درستی انجام میدی. همین راهو ادامه بده. باشه. ما نیاز داریم بدونیم خانوادش کیان. آره میدونم، حتما. شهروز میگم این که خیلی کمه. میدونم. بهش بگو تیکه تیکه براش پول میریزیم. باید مجبور بشه حالا باید را بیاد.
ناصر خانم، من پرونده رو تحویل دادم، ولی یادتون باشه من نمیتونم باشم. یعنی حاجی آقا تراب نژاد اصرار کردم شما قبول نکن. برای چی نمیخوام باشه آخه؟ این چه با دست هر کسی که نمیدن. میشه ازتون بخوام در این مورد سوال نکنیم؟ آقا من با رزمندهای زیادی مصاحبه کردم، همشون هم رویه شما رو دارن. خب شما تاوان مصرفی رو برای خودتون نمیخواد. دوست ندارید یه خدمتی برای آزاده کنید و خادم آزاده باشی؟ من از خدام خادم آزاده ها باشم، ولی نمیتونم. خدمت به آزاده ها لیاقت میخوام، ندارم اصلا. همه رزمنده ها و برادران میگفتن که جبهه مثل دانشگاه میمونه. الان میفهمم چی میگفتن و منظورشون چی بوده. نه اصلا منظور من اون نیست. آقا چرا شما همیشه منظورتون یه چیز دیگه است؟ نه اصلا منظور من با اون منظور فرق داره. منظور من از این منظور شما منظور من اینه که برادر احد شجاع، سلام علیکم. سلام جان. سلام علیکم. خب برادر احد، من هر آن چیزی که شما به من فرموده بودید و خدمت حاج آقا عطری عرض کردم. منتهای مراتب ایشون وقتی ایده تأسیس تعاونی مصرف آزادگان منطقه‌مون رو شنیدن اصلا زیر بار نرفتن. خود دانید من نه وقتشو دارم نه میتونم تو هیئت مدیره باشم. شما و حاج آقا تراب نژاد و برادر حاتمی فرمانده پایگاه مسجد میشید هیئت مدیره و حضرت عالی هم با حفظ سمت میشید مدیر عامل تعاونی. شرمنده من جسارت میکنم، ولی حاج آقا من با شما شرط کرده بودم نمیتونم باشم. من با نازی خانم صداقت پیش حرف زدم، هماهنگ کردم. جای من به عنوان کارگر ساده تعاونی مصرف در خدمتتونم. بیشتر از اینم نمیخوام ابدا. احد مناطق محروم تو این پاکت جا شده؟ باز کن. چه محرومیتی؟ چی؟ یعنی اینکه چه محرومیتی ما داشتیم که شما بانوی خیر بزرگوار و بخشنده و مهربان را تا به حال ندیده بودیم و نشناخته بودیم. واقعا زحمت سلامت باشی. نه قابل نداره بخور. هست. بله هست، اما همش به سایی 10 تومنیه که 10 تومنیه دیگه. آره من این بود ارث بابام با این نمیشه تا یه دونه سفته رو پاس کرد. سفته؟ یعنی چی؟ سفته دیگه، سفته ما مسائله که میخریم برای مدرسه ها باید سفته بدیم. آره من گفتم مدرسه اونجا سقف ندارن، با این الان فقط میشه یه 2 سایبون زد 2 شاگرد بشیدن زیر سایبون. نه آقا زیا همش که این نیست، من بقیه پولم میرسونم خدمتتون. آره این فعلا دستتون باشه. فقط میگم که شما تا کی جبهه بودین؟ تا تش. کدوم عملیاتا؟ ناهید خانم خواهر من، این ساندویچ مغزا رو فقط به مشتری ها ندین، یه 2 تاش هم خودتون بخورین. اون روز من 2 ساعت راجع به تمام عملیات رو صحبت کردم، من تو همشون بودم. من برم یه مارتادلای 2 نونه بزنم برای شما دوباره این خاطرات قشنگتون رو از اول تا به آخر برای من بگید. عدسر؟ عدسر. بشین بردار زیا. آقا زیا بشین تعارف نکن. عزت جان تو فکری؟ تو فکر که نه، من تو بیقراری این دختر همیشه موندم. تا زمانی که جنگ بود میگفت باید کنار مجروحین باشم.
الان که جنگ تموم شده میگه تکلیفم اینه که پیش مادرم باشم و چه میدونم نهضت سواد آموزی. احد اومده میگه تکلیفم اینه که برم مناطق محروم واسه کمک. همه اینا برمیگرده به تکالیفی که معلم میده. معلم که خوب باشه شاگردم تکالیفشو به موقع و درست انجام میده. دیگه نتیجهش هم میشه که بره جبهه و نمیدونم اسارت و بیمارستان و مناطق محروم و اینجور چیزا. باشه بره مناطق محروم، ولی خب آقا بشاگر میتونی کجاست؟ تو دخترتو نمیشناسی؟ همیشه سخت‌ترین راهو انتخاب میکنه. از ماشاءالله خواسته بود حاج عبدالله والی رو راضی کنه. ماشاءالله هم که هزار ماشاءالله همه رو عمل میکنه. گیریم سلام. تو ساعت معد حالیت نیست یه ساعت ما رو کاشتی اینجا؟ داشت من تقصیر من چیه؟ من که به شما گفتم پاشم بیام دم حجره، شما گفتی من خیلی خوش نرم که با یه سابقه دار رویت بشم. 2 تا هم بلیط اتوبوس خرج شما شد. بعدشم داشت من کسایی که میان سر وقت شما یا سابقه دارن یا بعد از رویت جمال شما سابقه دار میشن. حالیت آقای نازل. نازل؟ به کسی که پول نزول میدهد نازل میگوین. شما نازلی؟ من بدبخت منزول. یعنی همتون عین همینا. وقتی میخواین پول بگیرید قرض الحسنه از خدا خیرتون بده. وقتی میخواین پولو پس بدین نزول خورین و حروم خورین و خدا ازتون نگذره. خدا ازت نگذره. خدا به زمین گرم بزنتت. انشالله هر چی که میخوری خرج دوا درمونت بشه. انشالله هر چی که میخوری همینجا بخوای گیرت گیر بکنه. آره برادر من یکی از اون برگا قرض الحسنه بود. الباقیشو سر همون قرض الحسنه بابت نزولمو گرفتی. تو مسافر خونه باید باشی. الان کجایی؟ مناطق محروم. مناطق محروم؟ بله. الان یه شغل شرافتمندانه دارم در مناطق محروم. شرافتمندانه؟ مناطق محروم؟ چرا امروز انقدر تیرچوب میکنی تو؟ شرافتمندانه؟ مناطق محروم؟ شغلت چیه؟ مدرسه سازی. خدمت شما. این که همش دهیه. پول یکیشونه بقیهش کو؟ بقیهش هم میارم. گاماس. میخوام 100 سال سیاه نیاری. بری همون جایی که بودی. چی داری میگی بری همون جایی که بودی؟ خب من برم همون جایی که بودم بیفتم تو اون افتونیه واسه تو پول میشه؟ اینکه دیر به پولت برسی بهتره یا اینکه هرگز نرسی؟ میخوام بدونم کی به اون پول میرسم. اینو به من بگو. بی زودی با بازگشایی مدارس. یعنی اول مهر دیگه؟ زفته. دکتر شما نازل. وحشی به حالش قبطه میخورم اونجا. وای به حال ما که یه عمری دنبال حال دنیا دویدیم. دنبال مال دنیا دویدن مهم نیست. مهم اینه که کجا خرجش بکنی. تعاونوا علی البر و التقوا. خدا قبول بکنه. احدم زیر بار نخواهد رفت. به نظرم خانم صداقت پیشه جایگزین ایشون بشه. بالاخره میدونید که تعاونی ایدش مال ایشونه. دیگه هر چه آقا میگن صلواتشو بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باش و دولانا. Allah eləməsin. بیا عزیزم. Heydər baba, ildırımlar şaxanda, sellər sular şaqqıldayıb axanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, salam olsun Şökət Uzaylizə. Heydər baba, dünya yalan dünyadır.
Süleyman'dan Nuh'tan kalan dünyadır. Ya Allah. یا الله. وسط یک اجرای خانوادگی صمیمی. سلام سلام. سلام علیکم. سلام. سلام. به به چه تصویری چه قابی. حیات با صفا، پدر مادر روی تخت سنتی، دختر در جوارشان با چای قند پهلو و یک مینیبوس مسافر منتظر همین روبرو. اشعاری از خواجه ماشالله خوشبر و رو. عمه چی عمه؟ داره ازت تعریف میکنه دیگه، عمه نداره. آخه کلماتشون یه کمی دم دستی بود. بله آقا؟ دم دستی نبود. همون. بریم دخترم نه؟ کجا بری؟ نه تو رو خدا بیا واسه چای ریختم. میدونم دیرتون شده، بشین دوره هم دیگه یه چایی بخوریم تو رو خدا. دست شما در. آدم خواب بود بچم. بشینین دیگه. یا مدام داغ الله تاب شدم بالا. قربونشون برم من چقدر به هم میان عزت. سلام علیکم برادر، خسته نباشید. حاج آقا فرمانده محترم پایگاه تشریف دارن؟ بله بالا. بس شما در نکنه باشید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب آقای حاج آقا محمد دانا؟ نه خیر، حاج آقا احمد توانا. احمد توانا محمد دانا خیلی شبیه هم. البته میدونین قدیم هم گفتن توانا بود هر که دانا بود. شما همون برادری هستید که تو مراسم خاطره‌گویی تشریف داشتید؟ بله. هی سوال می‌کردی؟ بله. یادداشت می‌کردی؟ بله من. یه دفتر کهنه مشکی با یه خودکار چه جوهرش پس داده بود. بله من همون. و یه پیراهن. بله بابا بکش بالا این دستی رو حاج آقا جو پاتو. منظورم اینه که برادر من حاج آقا هم که صبر کنین تحمل کنین همینجوری. واقعا همه اینا یادته حاج آقا؟ واقعا یعنی اگه راستشو میگیم من اون روز چند بار خودم بخاروندم؟ درست یادمه 3 بار. 2 بار سینه سمت چپ، 1 بارم رون سمت راست. چون گفتی خارش گرفت رون سمت راست، سینه سمت جلال خالق. این لطف و عنایت خداونده که حافظه خوبی من دادی، همیشه جزئیات تو حافظم حفظ میشه. احسنتکم الله برادر. من برعکس شما این ماهیت حوض میمونم، مثلا حافظه تعطیل. حالا بفهمید چی کارم داشتی. بله. آرزم خدمتون برادر، اونطور که در حافظه ضعیف بنده هست شما در اردوگاه رمادیه بودین، درسته؟ بله. پرسشی دارم برادر. تو رمادیه که بودین نشده بود که مثلا اسیر مسیر بیارن اونجا بعد همون اسیر مسیرها رو 2-3 ماه بعد ببرن؟ ابدا. یعنی اصلا تا حالا انتقال اسیر از رمادیه به جای دیگه نداشتی؟ نداشتیم. بیارن هر کی میومد اونجا تا تش بموند؟ بله. حتی یه نفر؟ بله حتی 1 نفر. مطمئنی؟ بله که مطمئنم. اگه شک دارین میخواید بگم که چند تا ماشین هر روز میمد و میرفت، یا کسایی که اومدن و رفتن اسم و فامیلشون رو بگم؟ نه دست شما درد نکنه. ممنون. خیلی لطف کردید آجا. سلامت باشید. ببخشید آجا، شما چه سالی اسیر شدید؟ سال 66 عملیات نصر 4 منطقه ماعود ساعت 2:30 نصف شب با رمز عملیات یا امام جعفر صادق. شما همه اینا رو؟ نه یعنی شما فقط 3 سال اونجا اسیر بودین؟ بله 3 سال بودم. 3 سال؟ بله. آخ جون قربونت برم آجا آقا، دم شما گرم. همینو میخواستم بدونم. خیلی ممنون از ابراز خوشحالیتون. چکریم. اگه اطلاعات بیشتری میخواین میتونیم بریم پیش آقای بقایی.
رفایی؟ شما برادر رفایی رو میشناسین؟ بله که میشناسم. کماندو ارتش، خوشقد و بالا، چارشونه، قرنیه مشکی، جز به اولین های اون اردوگاه بود. تا زمانی که آزاد بشه مرتب بردش میکرد. سال 59 تو عملیات ذوالفقار اسیر شد. سلام علیکم. بفرمایید بفرمایید شیشه نوشابه رو فقط بیار. بفرمایید. چی شده؟ چی شد آقا؟ چرا هراسون نگرونی؟ چیه؟ چی شده؟ آره خواهر من نگران بچه‌ام. بچه‌هام؟ یعنی چی؟ من تو بچه داری؟ تو که گفتی من بچه ندارم، زن ندارم. این بود آزادگیت، این بود صداقتت، این بود سرافرازی. تو چی فکر کردی درباره من؟ فکر کردی من ساده‌ام، احمقم، نمیفهمم، نفهمم، گاوم، گوسفندم. آره اینجوری فکر کردی من آزاده شریف نجیبم؟ آره چی داری فکر می‌کنی درباره من؟ میکشین ترمز دستی رو خواهر من. بچه‌های مدرسه مناطق محروم. من اونجا بودم خواهر من. کجا؟ مناطق خیلی خیلی محروم. خب چه صحنه‌ای دیدم. مادران گریان، پدران نالان، همه دستا رو با آسمان داشتن دعا میخوندن. با اون پولی که داریم فقط ما تونستیم یه دونه ستون بزنیم. نهایت خانم، اون بچه ها چه امیدشون به ارث آقاتونه. باید زودترین سقف زده بشه وگرنه من بدبخت میشم. شما چرا؟ از قصه اونا. قصه کیا؟ بچه های مدارس مناطق محروم. خب نگران پول نباشی، پول هست. ایشالا فردا با هم میری. با هم؟ آره دیگه. من و شما؟ بله من و شما. کجا؟ همین روستاهای مناطق محروم. مناطق محروم؟ بله. از جاده‌های صعب العبور؟ نه خواهر من، استغفر الله، مردم چی میگن؟ خب پس چاره نیست دیگه. به خاطر کمک به مستضعفین و محرومان مناطق محروم باید به هم محرم بشیم. محرم؟ بله. من با شما؟ بله دیگه من و شما دیگه، کسی دیگه اینجا نیست آقا زیاد. بعدش چی؟ ایشالا یه سقفی که برامون ساختیم بعدش هم اگه خدا بخواد برای خودمون یه سقفی بسازیم. گفتی خانواده نداره؟ بله. اما عوضش ساندویچی داری؟ بله ساندویچی. ارث آقاتون رو دارین؟ ارث آقا من خونه دارم. خونه دارین؟ بله. فقط 3 روز به من مهلت بدیم. بچه ها؟ مدارس مناطق محروم 3 روز دیرتر باز میشه. 1 2 3 خب سلامتی دنده شیرین کنی. ببین کجاست البته خیارشون. من این شوره اون یکم بینم. نداره بسا بزنیم اینو. این چی آقا اقبال؟ سلام علیکم. گفتم این چیه؟ روزنامه. ببخشید من فکر کردم دفتر مشق بچمه. نه عزیز من روزنامه است. من با شما شوخی ندارم جناب اقبال. صحبت از یک فقره حواله پیکانه. منم با شما شوخی ندارم. من چیکار کنم؟ تو چیکار کنی؟ کی بود احد معرفی کرد؟ کی بود میگفت کلید کارخونه رو پیدا کرده؟ کی بود میگفت احد شجاع مثل موم تو دستشه؟ این مومه یا فولاد؟ حواله ماشین رو خیرات کرده. به هیچ عنوان حاضر نیست تو ستاد آزادگان پرونده تشکیل بده. هیچ هدیه رو تو خونش نگه نمیداره. همه رو بخشیده خیرات کرده. یه مصاحبه ساده نمیکنه. زدی به کادون، رفتی دنبال مخلص‌ترینشون. من چی کار کنم؟ من که کف دستم رو گو نکرده بودم.
دستگاه اخلاص سنج هم نذاشته بودم تو مغزش. مرد حسابی تو که شناخت نداشتی چرا اینقدر مطمئن گفتی تو مشتمه؟ چرا گفتی انگار با خود من طرفی؟ بازم میگم تو فکر کن دومادمه. تو اصلا خوندی گزارشو؟ بفرما. علیرغم اصرار و پافشاری خیلی از اطرافیان ایشان حاضر نشده تا پرونده در ستاد آزادگان ثبت نماید. دومادت که سهله، اگه پسرت هم باشه نره سراغ پرونده، حواله پریده. اگه حواله بپره برای من صدا تو بلند نکن، اینقدرم حواله نکن. حواله بپره سهم منم پریده. من خودم خانواده معظم. اقبال خان من یه حرفا حالیم نیست. یا حواله رو برمیگردونی یا این پسر رو راضی بکنی یا حواله که ارث بابات نبوده. حواله بپره سهم منم پریده. برای من صدا تو بلند نکن. پسرم که مغز خر خورده، من چیکار کنم؟ خدا به خودت قسم که من بریدم. بابا من تا کی باید رنج و زحمت بکشم؟ تا کی؟ برای این زندگی کوفتی من تا کی باید تلاش بکنم؟ انگار من یادت بردی. ما با هم یه قرارمداری داشتیم. قرار شد تو منو به آرزوام برسونی، اون بالای شهر زندگی کنم. از در عدالتت با من برخورد نکن، از در رحمتت برخورد کن. چیزی از کرمت کم نمیشه، فقط زودتر برسون، زودتر. سلام دخترم. خوبی بابا؟ دست در نکنه دخترم. بابا چرا اینقدر زحمت میکشی؟ چه حرفی وظیفه‌ام بابا. جانم. پول میخوام. پول برای چی؟ برای خودم نمیخوام. برای کی میخوای؟ برای هم مؤسسه خیریه هست که آقا حواله رو بهشون هدیه کرده. یه دستگاه دیالیز میخوام برای درمانگاهشون بگیرم، پول کم آوردم، برای اون میخوام. خدایا، یعنی اینقدر نامعلوم بود که من چی میخوام؟ مقدمات مراسم تجلیل از آقا احد و آقا ضیا بالاخره زنده باشه فراهم شده. انشالله پنجشنبه عصر تو همین مسجد برگزار میشه. انشالله. حاج آقا برا من هم؟ بله. حاج آقا عزت تپونمون کردی، یعنی باعث عزت و سرفرازی ما شدی، ولی ما اصلا مال این محل نیستیم حاج آقا. میگم حاج آقا حالا لازم نیست. مردم محل لطف کردن یه مراسمی گرفتن، شما ما رو شرمنده کردین، کافیه دیگه همین. نه میدونید این مراسم فرق میکنه. حالا بین خودمون بمونه. بله محرمانه است. چی شد حاج آقا بگو. ما محرمانه رو کامل هستیم. چی شده؟ یکی از معاونین وزرا هم قراره بیاد. یعنی ایشون گزارش‌های آقا ماشاءالله رو تو روزنامه خوندن، تماس گرفتن، گفتن یه مراسمی باشه که تجلیل کنه. احسنت. حاج آقا احترام شما واجبه، ولی من کادو و هدیه و خاطر گویی و سخنرانی و این حرفا باشه من نمیام، نمیتونم. کجا؟ حت دست شما با اجازه حاج زنده باشید. بیارینش آقا عزت. سلام برسونین. معاون وزیر داره میاد، حتما بیارینش. خواهر. بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سعادت از ماست. سعادت از ماست. فرمایید. ببخشید خواهر من یه عرضی داشتم خدمتتون. عرض که برای بنده است، برای امثال ما هست. شما بفرمایید برادر. خواهش میکنم. شما تاج سرین این بالا ها تشریف دارید. عرضم این بود که من دیگه کاری پیش اومده که باید برم اون کار انجام بدم و گفتم که جهت این که ثواب پدر شما و چی میگفتن ایزن ثواب شما هم تکمیل بشه، ما قرار است که 3 روز دیگه انشالله بریم جاده مناطق محروم. اون باقی مونده شو اگر میشه بفرمایین بریم مناطق محروم. چه کاری برادر؟ بماند خواهر. یعنی چی؟ پنهانکاری از همین اول زندگی؟ شما تنهایی تا تشو رفتی؟ بله. بزرگ من، تاج سر من اصلا اهل پنهانکاری نیستم. من نگفتم به خاطر اینکه ریانش قرار است که چند تا از مسئولین جهت تجلیل از ما حضور به هم برسانند. گفتم ریاشت.
ریا شد دیگه. خاک تو سر من الان گناه کردم. ریا کردم گناه کردم. کیا کجا؟ همین مجید خودمون خواهر من. چون ما کاری خیر کردیم به گوش بقیه رسیده و قرار تعدادی از فرماندهان نظامی، انتظامی، معاون وزیر، خود وزیر و سایر مقامات لشکری، کشوری و دفتری حضور به هم برسانن از ما تسجیل بکنن. فقط آبجی خواهر من این بین خودمون به موزه بودن اشکی نفر من به شما اطمینان کامل کردم فقط به شما گفتم. تو باید دهن من قرصه چفت و بس داره. الهی شکر بالاخره یه کمکی هم به شما برسونن. چه کمکی خواهر من؟ هر چی که اونا بدن ما میذاریم رو اون پولی که شما به اون دادین، بعد میریم مناطق محروم که انشالله از اول مهر به جا بی سقف نمونن. 3 مهر. بله درست میفرمایید. شما همیشه درست میفرمایید. 3 مهر 2 نفره با یه موتور میزنیم به جاده به سمت مناطق محروم. موتور؟ شما موتور داری؟ من همیشه آرزو بود از بچگیم که با موتور برم مسافرت. نه البته این موتور مال خودم نیست، مال یکی از رفقای دوران جنگ از همرزما. این موتور رو گرفتم که سریعتر بتونم به مردم خدمت بکنم. پس شما بی زحمت برای مراسم با موتور بیاین که انشالله بعدش هم من و شما با موتور بریم مناطق محروم برای ساختن مدارس بی سقف. چشم به روی این 2 چشم. چشمتون بی‌بنده. به خاطر کمک به مستضعفین، به خاطر نیت پدرتون و به خصوص اصلا خودتون. چشم انشاءالله. با اجازتون. خدا رحمتتون. سلامت باشید. تشریف ببرید شما. اول شما. با موتور میریم دیگه. با موتور. خداحافظ. 3 2 نفره با موتور مناطق محروم. موتور. بازگشت آقای شجاع شبیه به معجزه بود. 5 سال انتظار، 5 سال بیخبری، 5 سال زندگی با خاطراتی که شبیه به خواب بودن، شبیه به رویا بودن. اما اتفاقاتی که پس از آزادی و اسارت میفته دیگه رویا نیستن، حقیقتی انکار نشدنی و آینه‌ای تمام نما از یک تحول درونی. و من همچنان در حیرتم، در حیرانی این تغییر. گفتم قراره مراسم برای اون بگیرن هم برای احد، مثل که خیلی قراره ازشون تجلیل بکنن. همه میان، وزیر، معاون، فرمانده ها میان، لشکری، کشوری. چون من بهش گفتم که بریم مدارس مناطق محروم، گفت نه اول باید مراسم بگیریم بعد بریم روستا. آره قبول نکرد، مثل که اصلا به خاطر همین بود قبول نکرد که به هم دیگه محرم بشیم. چه میدونم والا، همش بهونه زرمو. آره تو هم دروغ میگی شهروز، اون قدرت هم دروغ میگه، اون زیا هم داره دروغ میگه. خب مثل آدم از اول بیا بگو من بعد مراسم میام روستا، برای چی منو معطل میکنی؟ به من میگه مدارس مناطق محروم 3 روز دیرتر با میشه، 1 2 3 ناهید زمان برگزاری، ساعت برگزاری